سلام، علیرضا گیمینگ هستم. بعد تقریبا 1-2 سال دوباره فعالیت یوتیوب هم شروع کردم. نمیدونم، حالا فکر نکنم حمایت بشه یا نشه، دیگه برام هم مهم نیست. فقط اومدم که 2 پک مشتی بزنیم ببینیم چی میده. والا هرچی که زدیم یه فوترکی در آوردم، ولی هرچی که زده بودیم چرت و پرت بود. خب بریم ببینیم چی میده. خب وضعیت نتم خیلی خوبه. پک اولو چرت ترینش اینو میزنیم. چی میشه یه آیکون بده؟ ها، مکزیک رایت وینگ. چیه خدا کی به من میدی؟ ای خدا. این بری بعدی چجوریه که یوتیوبر را میلیونی ویو میخورن بعد ما یه جوری ویو میخوریم؟ بریم بعدی. حالا بعدی ببینیم چیه. کوبل کنم. آره یه چیز خوبی گیر ما نیاد. بعد یارو میره یه پک 12-3 آن ترید میبنده یا همون ترید بهش نازاری آمده. این چیه؟ فکر نکنم بخواد چیزی بهمون بده. ما که این همه صبر کرد یکم دیگه صبر کن. یه پک دیگه امیدوارم. اینا چیه واقعا؟ من ریدم تو شرکت ایه. خب این پک خوبیه. 2 ایونت دیشب ازش در آوردم. برو بریم. ای الله، یه ایونت مشتی. امیدوارم که چیز خوبی باشه. استش این داشتمش دوبلیکیت شد. اینو داشتم دوبلیکیت شد. کویکسلش میکنیم. بریم یکی دیگه. خدایا یه نیتی کنیم که امیدوارم که چیز خوبی بده. 1 2 3 یس. تو رو خدا یه چیز درست. پشمام رافینیا و فیلیس. پشمام. مرسی خدایا مرسی. این دیگه چیزی نداد. نه من که راضیم. انشالله که جبران کنم تو ویدیوهای بعدی. میدونم که سایم رو تلویزیون میافته، امکانات ندارم، ولی دوست دارم مثل بقیه حمایت شم. میدونم هیچی ندارم،
درسته آدم مسخره‌ای به نظر میتونم برسم، ولی خب امیدوارم از طرف شما حمایت شم. خیلی ممنونم، مرسی که تماشا میکنی ویدیو رو. خیلی ممنون.